اولین علامت اهل محبت یحبهم و یحبونه، الله تعالی با اونا محبت میکنه. اینجا الله محبت خودش رو مقدم میکنه، بعد محبت اهل محبت رو بیان میکنه. تو این یک نکته ظریفی مولانا اشاره میکنه، میفرمان علت این چیه؟ تو الله تعالی میخواد به من بفهمونه سرآغاز محبت من بودم، من اول تو رو خواستم و تو فعل محبتی که من با تو کردم تو تونستی با من محبت کنی. اگر من تو رو نمیخواستم تو نمیتونستی منو بخوای. خیلی قره این نشو که تو خدا رو دوست داری، قبل از اینکه تو خدا رو دوست داشته باشی خدا تو رو دوست داشته و به فیض محبت الهی است که تو با او داری محبت میکنی. انهم یحبون ربهم به فیضان محبت ربهم، شما هم اگر دارید محبت میکنید با الله به فیضان محبت ربتونه. او محبت کرده، او خواسته، او جذبی آورده، او کششی آورده، او تو رو خواسته که حالا تو او رو میخوای. ببینید الله تعالی وقتی که میخواد از بنده هایی که اهل محبتن یاد کنه این سیغه ها رو میاره. چی میگه؟ واتخذ الله، اتخاذ، اصطفا، اجتبا، اتخاذ، همه اینا اینه که من گلچین کردم، من برگزیدم، من انتخاب کردم، من برای خودم برداشتم. او میکشه، او میبره، او وصل میکنه. گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی. رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. این تو نمیری، او میکشه، او توفیق میده.